سلام دوستان، روزتون بخیر. بریم امروز با هم یه طبیعت بیجان به روش پلکسی یا نقاشی روی شیشه با هم دیگه کار بکنیم. خب در روش پلکسی که ما مقوا رو کامل خیس میکنیم و روی شیشه قرار میدیم و از تکنیک خیس در خیس استفاده میکنیم. خب در اینجا من با استفاده از رنگ های کادمیوم یلو یا همون زرد و اورنج، نارنجی و استفاده از قرمز اسکارلت یا هم رد و یک کمی روزمادر استفاده کردم و برای اون لکایی که در قسمت های تیره گذاشتم اورنج رو با اولترامارین ترکیب کردم و برای قسمت های تیره کار گذاشتم. برای کاسه که استفاده از سپیا، اولترامارین و یک کمی ویولت هستش و برای پارچه از ترکیب رنگ های اولترامارین، اولیو و یک کم سپیا و یک کمی قرمز بنفش هست در یک قسمت‌هایش، در قسمت وسط کار. خب در مرحله بعد اینکه خب اینجا ما گذاشتیم کارمون خشک بشه و با سشوار خشک کردیم و شروع میکنیم از تکنیک خیس در خشک استفاده میکنیم. خب در تکنیک خیس در خشک ما چون مقوامون خشکه رنگمون رو تقریبا با غلظت تقریبا قهوه تقریبا رنگ رو برمی‌داریم و همون رنگ هایی که در زمینه گذاشتیم با غلظت بیشتری تقریبا روی مرحله دوم کار قرار میدیم که سیب هامون یکم بیرون بیاد از کار. خب در آب رنگ ما چند تا چیز رو باید رعایت بکنیم. اینکه ترس نداشته باشیم، لکه گذاری بلد باشیم، طراحی از قبل باید خیلی زیاد کار کرده باشیم چون آب رنگ ارتباط زیادی با طراحی قبلی داره و ما اون لکه‌هایی رو که قرار میدیم تقریبا به طراحی ما ارتباط داره. یعنی اون خطایی که ما از قبل برای پارچه قرار دادیم یا برای سیب قرار دادیم در لکه گذاریامون در آب رنگ اینجا خودشو نشون میده. خب در مرحله دوم کار در پارچه که من استفاده کردم از رنگ‌های سپیا، ترکیب رنگ‌های سپیا و ویولت، یعنی تقریبا یه رنگ تیره درست کردم و دوباره شروع کردم به لکه گذاری. خب برای پس زمینه کار من با پاش خیس کردم زمینه رو و استفاده از رنگ‌های ویولت، سپیا، ایندیگو و ترک باس اینا رو با هم ترکیب کردم و در قسمت پس زمینه کار قرار دادم. خب ما در پس زمینه کار میتونیم از یه خلاقیت هایی در کارمون به کار ببریم که وقتی که کارمون در مرحله بین خیسی و خشکی قرار داشت از آب پاش استفاده کنیم و یه افکت هایی رو به کارمون بدیم که تقریبا یکم جذاب میکنه کارو، که مثلا میشه از نمک استفاده کرد، میشه بعضی از الکل استفاده میکنن و از آب پاش. خب همطور که دیدین من از آب پاش استفاده کردم. خب حالا شروع میکنم به لکه گذاری روی پارچه و قسمت هایی که تیره هست تقریبا
به غلظت نسکافه و اینا. حالا به غلظت نسکافه من در قسمت های تیره کار باز قرار دادم. و برای اینکه پارچه ما از کار در بیاد من باید قسمت زیر کار رو تیره بکنم. قسمت زیر کار رو من مثل رنگ اولیو و سابگیرین رو با هم ترکیب کردم و به غلظت قهوه، ولی از قبلش آب پاش باید استفاده بکنیم در زیر کارمون و این رنگ رو با جسارت زیادی در قسمت پایین کار بیاریم. برای قسمت های تیره کار کلا ترکیب رنگ های ایندیگو و سپیا با هم همخونی زیادی داره. مثلا بعضی ها مثلا اولیو و ایندیگو رو با هم قاطی میکنن برای قسمت های تیره، ولی ایندیگو رو به تنهایی ما استفاده نمی کنیم. معمولا ایندیگو رو ترکیب میکنیم با رنگ های دیگه مثل سپیا، اولترامارین، آبی فتالو، این رنگ ها. من در قسمت سیب ها دوباره یه رنگ غلیظ ساختم از ترکیب همون رنگ های قبلی که قرمز اسکارلت و یکم ورمیلیون برای یه لکه هایی رو روی سیب ها ایجاد کردم. خب ما تقریبا دیگه در مراحل پایانی کار قرار داریم. در مراحل پایانی دیگه ما باید یه لکه هایی رو به صورت غلیظ‌تر روی کارمون قرار بدیم. خب در زیر ظرفمون ما رنگ تیره که همه از ترکیب رنگ های ایندیگو و ویولت هستش در قسمت زیر کاسمون قرار میدیم، به خاطر اینکه مشخص بشه یک کاسه روی اون پارچه قرار داره و همیشه اون قسمت زیر کار تیره تر هستش. که یه ضرب مسئله هستش که نقاشی با جارو شروع میشه و در آخر با نوک سوزن تمام میشه و اینکه ما در آخر باید دقت زیادی داشته باشیم که لکه هامون رو دقیقا کجا قرار بدیم. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه
اگر براتون مفید واقع شده بود خوشحال میشم که در آخر سابسکرایب بکنید. از همراهی شما سپاسگزارم.